هموطنان عزیز، ما وظیفه‌دار هستیم که به خاطر پیشرفت دولتی صاحب استقلالمان، آبادی وطن اجدادیمان و منتظم بهتر گردنی سطح و صفت زندگی هر خاندان مردمی شرفمند تاجیکستان هر روز و همیشه سعی و تلاش نماییم. برنامه پیش از انتخاباتی من همچون نامزد و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه حدودی انتخاباتی اروخای F15 در زمینه برنامه پیش از انتخاباتی حزب اگراری تاجیکستان تهیه کرده است. برنامه مسائل تامین وحدت و یگانگی، امنیت ملی و رشد مناسبت‌های بین‌المللی، اقتصادیات، سیاست دولتی اگراری، اجتماعیات، دستگیری زنان، حفظ عائله، مادر و کودک، معنویات و سیاست جوانان را در بر می‌گیرد. در مسائل تامین وحدت یگانگی، امنیت ملی و رشد مناسبت‌های بین‌المللی فعالیت خود را به ترغیب ارزش‌های معنوی و انسانی و صداقت به وطن، صلح و ثبات، وحدت ملی، بلند برداشتن سطح فرهنگی سیاسی و معرفت حقوق اهالی کشور، احترام به زبان دولتی، تحکیم اقتدارهای مدافعی و امنیت ملی تاجیکستان، گسترش مناسبت‌های بین‌المللی با در نظر داشت منفعت‌های ملی و دولتی در ساحه انرژتیک، آب و اقلیم و حفظ پرخا روانه خواهم کرد. جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بای اقتصادی سبز در ساحه انرژتیک، استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه در ساحه کشاورزی میباشد. اقتصاد سبز یکی از سمت‌های معاصر علم اقتصاد میباشد که سالهای آخر توجه به آن بیش از پیش می‌افزاید. کارشناسان میگویند که اقتصاد سبز در آن همه ساحه‌ها را فرا میگیرد، از جمله در ساحه کشاورزی به جای نوری‌های مینرالی استفاده نوری‌های ارگانیکی، به جای زرخیمیکات‌ها اصول بیولوژی حمایت زراعت، بنیاد گرمخانه‌های آفتابی، براه ماندن اصول قطرگی آبیاری زراعت، ذخیره نمودن آب برف و باران در موضع‌های کم‌آب دارای منفعت زیادی اقتصادی و اکولوژی میباشند. کوشش به خرج میدیم که در تکمیل زمینه حقوقی رشد اقتصادی سبز در کشور سهم گذار باشم. محترم انتخاب کنندگان، باید گفت که امروزها زیاد از 90% استحصال محصولات کشاورزی به بخش خصوصی راست می‌آید. این نشان دهنده از سهم بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی حفظ امنیت آبخواری کشور، مخصوصاً در شرایط 3 سال آخر پی هم آمدن خشکسالی و کم‌آبی گواهی می‌دهد. محض با شرافت زحمت آنها فراوانی بازار استعمالی تامین گردید و مردم ما از جهت تامینات با مواد غذایی تنقصی نکشیدند. در این ردیف پیش از همه جانبداری از منفعت دهقانان و ساکنان دهات که سری و پریما و دسترخوان پرناز و نعمتی مردم شریف تاجیکستان از آنها وابسته است، در برنامه پیش از انتخاباتی من موقع خاص را اشغال می نماید. با این مقصد در برنامه مسائل بلند برداشتن هوسمندگردانی استحصال کنندگان محصولات کشاورزی، براه ماندن مانیتورینگ دائمی بازار فروش محصولات در منطقه‌های کشاورزی، جلب عالمان و متخصصان در بلند برداشتن معرفت خواجگیداری، امکانات دسترسی به تکنیک و تکنولوژی زمانوی، شبکه‌های آبرسانی، تخمه خوش‌صفت، استفاده نوری‌ها، از خودکنی زمین‌های نو، تشکل شرایط فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی حیات اهالی دهات دقت خاص داده شده است. وابسته به این فعالیت خود را برای حل مسائل به طور اختیاری متحد شوی خواجگاه کلان حجم کشاورزی، یک جای شوی آنها با کارخانه‌های کارکرد و شبکه‌های سودا، تشکل زنجیره یگانه لوجستیکی و کلاسترهای اگروصنعتی، دستگیری دولتی و حمایت مال استحصال کنندگان کشاورزی در بازار فروش محصولات، برخوردار نمودن کشاورزان از دستاوردهای علمی، تکنیک و تکنولوژی زمانوی، فراهم آوردن شرایط به فعالیت آزاد صاحبکاری،
رقابت و عملیات مستقل در بازار مال و خدمت رسانی روانه خواهم کرد. انتخاب کنندگان عزیز، طبق ماده 1 کنستیتوسیا تاجیکستان دولت اجتماعی بوده. برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. هر قدری که هر یک عضو جامعه دارای اقتدار بیشتر باشد، همان قدر ذخیره ذهنی تمام کشور بلندتر می شود. سرعت رشد اقتصادیات همان قدر دینامیکی می شود. امکانیت های جامعه همان قدر نظر می شوند. بعضی از گروه های منفعتدار غرض های ناپاک خود را به واسطه جوانان ناآگاه عملی کردن می خواهند. با این مقصد آنها نفران تنگ نظر و کم سواد را مغزشویی کرده به دام فریب خود میکشند. چنان مفکوری آنها را دیگر میکنند که از هیچ کار روی نتابند. بر ضد دولت و ملت خود حرف زنند، آبروی مملکت خود را ریزانند و برای مادر خود پای گذارند. در همین گونه دوران حساس به مسئله معارف توجه کردن پیشوای معظم ملت نشانه خیرتی والا و دوربینانه می باشد. وضعیت امروزه تقاضا می نماید که از همه پیشتر روزنامه‌نگاران، ادیبان، اهل ضیا و خادمان دین باید در کنار معلمان ایستاده برای سالم نگاه داشتن مفکوره نسل نورس تلاش نمایند. حس خودشناسی و خودآگاهی آنها را بلند بردارند. زیرا بی‌طرفی در این مسئله به زیان تمام قشرهای جامعه از جمله خود خادمان علم و فرهنگ و دین می باشد. همچنین ما پدر و مادران در برابر پیش بردن فعالیت جمعیتی، تجارتی، دولتی و یا مهنتی تربیت فرزندان را باید یکی از مسئولیت اساسی خویش دانیم. کوشش به خرج می‌دهیم که برای سهم گذاشتن در حل این مسئله مهم از همه امکانات‌های موجود وسیع استفاده نماییم. در برنامه پیش از انتخاباتی خود مسئله تطبیق سیاست هدفمندانه در ساحه تندرستی، فعالیت باثمر سیستم تندرستی و غیره ها انعکاس خود را یافتند. در این زمینه مساعدت برای تطبیق برنامه بازوی رساندن کمک اولیه طبی و سانیتری با جاری نمودن ترتیب تکمیل داده شده پیشنهاد نمودهای کفالتناک خدمت رسانی‌های طبی و تکمیل مرحله به مرحله معیارهای تندرستی پیش بینی گردیدند. در فرهنگ و تمدن ما تاجیکان عزت و احترام زن مادر همیشه جایگاهی خاص دارد. اعتراف ارزش‌های بشری و حمایت منفعت‌های ملی در عرصه جهان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی زنان تحت دستگیری و همکاری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام ارزنده را صاحب گردیدند. امروز زنان و جوان دختران ما با احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی و افتخار از دولت و دولتداری ملی تمام نیروی خود را در برابر مردم به حفظ دستاوردهای استقلالیت، تحکیم دولتداری، وحدت ملی، صلح و ثبات، رشد منبعدی اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان و استوار گرداندن موقع آن در قطار دولت‌های مترقی روانه می‌نمایند. در آینده مقام و منزلت زنان در جامعه باز هم بلند می‌گردد. برای نائل شدن به این مقصد برای دستگیری اتحادیه‌های جمعیتی زنان، صاحبکاری زنان و جوان دختران دهات، جلب زنان و دختران لیاقتمند به فعالیت صاحبکاری، پیشبری زنان و جوان دختران به منصب‌های دولتی در مقامات اجراییه، نمایندگی و اداره کنی استحصالات اگروصنعتی، تأمین اشتراک فعالانه زنان در بررسی مسائل تغییریابی اقلیم، عاقبت‌های آن، پیشگیری و کاهش دادن تأثیرات به حیات اجتماعی اقتصادی و جلب بیشتری تشکیلات و سازمان‌های زنان در حل مسائل مربوط به اقلیم، تهیه و تطبیق برنامه‌های دولتی دستگیری عائله‌های نیازمند، مادران تنها، کودکان یتیم و بی‌پرستار و بهسازی شرایط کار و معیشی زنان دهات سهم خواهند گذاشت. در مسائل تأمین دستگیری دولتی عائله فعالیت خود را بلند برداشتن معرفی حقوقی و عائله‌داری،
مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، استوار و پایدار نگاه داشتن عائله ها و پیشگیری پشتخوری عائله ها روانه خواهم کرد. در برنامه پیش از انتخاباتی به مسائل تنظیم موجودات مهنتی دقت خاص ظاهر کرده شده است. در این زمینه فعالیت خود را در تکمیل سیاست تنظیم موجودات مهنتی، حفظ حقوق و منفعت‌های مهاجران کاری، بلند برداشتن معرفتی حقوقی و کسبی آنها، تکمیل اختصاص شهروندان و تحقیقات بازار مهنت فعال اشتراک خواهم کرد که هدف آنها حفظ منفعت‌های مهاجران مهنتی می باشد. هموطنان عزیز، آینده درخشان ملت تاجیک به تربیت درست جوانان علاقه‌مندی زیست دارد، چون که جایگاه آنها ارزشمندترین قوه به شمار می رود. مردم شریف تاجیکستان به نیرو و خدمت و عظمت جوانان بالیاقت و وطن دوست و خودشناس باوری کامل دارد و این دولت و ملت میراث نسلی وطن دوست و خود آگاه خواهد بود. در برابر این ذکر باید کرد که چهره جوانان امروز از جوانان سالهای 90 به کلی فرق میکند. این سخن نه تنها از ظاهر بلکه در اندیشه و افکار جوانان نیز روشن هویدا است. برای جوانان وطن دوستی همچون پیوندی مستحکمی بین نسل‌ها، انتقال تجربه حیاتی، کار مشترک در درس حیات، کمک و عبرت زنده در تشکل شخصیت و به منفعت هر یک شهروند است. وطن دوستی امکان بی‌نظیر جوانان می باشد و آنها نه تنها شهروند بلکه قسمی پره روند یگانه هزار ساله تاریخی و قسم نهادی معاصر جمعیتی و سیاسی تاجیکستان به حساب می روند. نباید فراموش نمود که بقای ملت و دولت از جوانان دانشمند و خوش اخلاق و با استعداد وابستگی عمیق دارد. تأمین رشد استوار تاجیکستان عزیز تقاضا می نماید که هر یکی ما خودشناس و خود آگاه، دانش و تجربه و اخلاق والای نمونه‌ای داشته زباندان باشیم. ما برای تربیت نسل جوان و نورس خود را مسئولیت شناس می حسابیم. انتخاب کنندگان گرامی، هر یکی ما همچون فرد خود آگاه و صاحب وطن را ضرور است که با درک بلند خودشناسی و خود آگاهی ملی، سندهای عالی حقوقی مملکت و به خصوص قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم را قاطعانه رعایت نماییم. ما سیاسی خردمندانه پیشوای ملت در بخش تنظیم عنعنه و جشن و مراسم سبب گردید که خراجات زیادتی در ظرف 17 سال عملکرد این قانون ملی پیشگیری و منفعت‌های اجتماعی اقتصادی شهروندان حمایت کرده شوند. واقعاً پس از شنیدن هدایت‌های پیشوای ملت، مخصوصاً سخنرانی پرمحتوایشان در ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دینی مملکت که ماه مارس سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شده، باعث تحول جدی در تفکر جامعه گردید. امروز در شهر و نواحی مملکت، حتی در دوردستترین دهات تاجیکستان، مردم با مبلغی با مقصد حج و عمره تکراری جمع آوردهشان راه آباد میکنند، پول میسازند، دست یتیمان و بیچارگان را میگیرند و به این وسیله از حج تکراری و یا عمره هم ثواب بیشتر در میابند و هم نام نیک و فردای آباد. من همچون نامزد این ظهورات را اساسی پیشرفت و شکوفایی جامعه می حسابم و فعالیت خود را برای تامین سرفرازی هر یک فرد کشوری ایزمان روانه خواهم کرد. محترم انتخاب کنندگان، من نقطه اساسی برنامه پیش از انتخاباتی خود را به توجه شما رساندم. برنامه فراگیری مسائل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دیگر سمت‌ها می باشد و آن منظوری انتخاب کنندگان گردیده است. همه شمایان را دعوت می کنم که در انتخابات وکیلان مجلسی، نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی فعالانه اشتراک نموده بهر آینده درخشان تاجیکستان آواز دهید. انتخاب حزب سیاسی و نامزدهای ارزنده از شمایان وابسته است. برای توجهتان سپاسگزارم.
است.